گرامی، همه شما رو به دانشگاه ملی تاجیکستان از صمیم دل خیر مقدم می‌کنم و کاری نشست مطبوعاتی موفقیت و کامیابی تمام کنم. دانشگاه با همه شما نمایندگان محترم وسایل اخباری اومد برای همکاریتون اظهار تشکر و سپاس می‌کنم. ما راست یک سال گذشته در اساسی دستور سفارش‌های پیشوای دیگر یک سلسله کارها رو همراه شما به انجام رساندیم. مخصوصا در بالا بردن صفت تحصیلات و ترغیب کمیته رادیو و تلویزیون جمهوری تاجیکستان حکومت جمهوری تاجیکستان در این رشته بی‌نظیر است و ترغیب و تشویق دستور سفارش‌های پیشوای ملت، قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان و نقشه چاره‌بینی‌های دستگاه محترم اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با کمک شما و تمام مردم شریف تاجیکستان و کاربرد ما به انجام رسانید. خیلی که در همه ساحه‌ها در دانشگاه ملی تاجیکستان به سالها حمایت و دفاع کردند. از این سبب میخواهم سخن نوبتی را به محترم سفر محمد گویم. محمد پروانه پیشوای معظم ملت مبلغ گذاری ساحه علم چه از طرف حکومت و چه از طرف دانشگاه ملی تاجیکستان از صورت سال مخصوص سال به سال زیاد شده است و چنین طرز کاربری نتیجه های خیلی پرثمر هم داده است. پیش از همه من باید قید کنم که در دانشگاه ملی تاجیکستان فایز استادان عنواندار سال به سال زیاد شده است. اگر در کیوس به سال 2015 گیریم شماره استادان دانشگاه ملی 47 تشکیل میکرد. همین روز زمین نشان داده به 70 نزدیک رسیده است. یعنی در طول 10 سال شماره استادان عنواندار دانشگاه 20% شد. این خیلی نتیجه نظر است. نقشه قبولی دانشجویان و دانشجوی ملی تاجیکستان در سال تحصیلی 2024-25 چقدر بود و آن فکرون در درجه اجرا گردید؟ باید یکی از دستاوردهای مهم مؤسسه‌های تحصیل عالی کسبی نیست بگیم خطا نمی‌کنیم، چون که از اجرای نقشه پورای نقشه قبول در مؤسسه‌های تحصیل عالی کسبی تامین استادان عملکننده و فعالیت‌کننده دانشگاه با سرباری تعلیم حساب می‌رود. در این زمینه جهت اجرای سریع‌وقتی نقشه قبولی سال تحصیلی 2024-2025 از جانب ریاست دانشگاه یک چند تدبیرهای سریع‌وقتی اندیشیده شد که این باعث گردید اجرای نقشه قبول بعد 4 دوره برگزاری مرکز ملی تستی 90% را تشکیل دهد در دانشگاه ملی. در این زمینه از جانب ریاست دانشگاه قبل از به قیدگیری محصلین مکتب‌های میانه عمومی به مرکز ملی تستی با قرار شروع علما و فرمایش رکتور دانشگاه گروه کاری از جانب استادان صاحب مکتب تجربه‌دار جهت ترتیب و تشویق اختصاص‌های عملکننده در مناطق گوناگون کشورمان که به 57 شهر نوعی سفر گردند و مدت 3 هفته تشویقات برده شد. همزمان از جانب سایت رسمی دانشگاه، سایت‌های اجتماعی و سایت اخباری عامه تمام اختصاص‌های عملکننده، شرایط‌های فراگیری طالب‌علمان و تحصیلات که در پایه دانشگاه ملی یکی از بهترین شرایط‌ها جهت پیشبرد روند تعلیم در زمینه از 34 اختصاص عملکننده و در زینه‌های شکل‌های تحصیلی روزانه، فاصله‌ای و هایگانه مهیا گردیده و تشویقات برده شد که با نوبت گرفتن 4 دوره برگزاری مرکز ملی تستی اجرای نقشه قبول در دانشگاه ملی تاجیکستان 90% اجرا شد. آیا وابسته به همین اجرای نقشه چی چوره‌ها اندیشیده شده است؟ اصولا جان در مسئله گزارش دانشجویان فاکولته طبی دانشگاه ملی تاجیکستان و دانشگاه طبی تاجیکستان. تا جایی که معلومات داریم چندین دانشجو از این فاکولته به دانشگاه طبی طریق گزارش یا روایت میگن گذاشتن انتقال گذاشتن.
شما سوال یعنی گزارش شما شهر میگید و کدام امیدواری وجود دارن که مثلا نمیدونم یکی در موردی اونه که مال شما رو توضیح می‌دیم از دانشگاه ما با دانشگاه تیوی میروند و با دانشگاه دیگر دانشگاه انتخاب میشوند بسیار کم است اینطور. برعکس از دانشگاه تیوی و دانشگاه ما بسیار انتخاب می‌کنند اینطور. از بس که کمیسیا دو صفت دیگر جنبش میشوند نصیب میشود چند روز دیگر مهلت هست ما همون شماره وقتی که جنبش میکنم رئیس کمیسیا میکنم بنابراین میشینیم ما خلاصه رو میگیم لیکن ولی خوب دارد که از اینجا و دیگر جا از دیگر دانشگاه و اینجا و دانشگاه ملی تاجیکستان انتقال بگیرد میگه شمارهش امسال خیلی کم شده است خیلی رقم بود نیستن؟ رقم آخری در جنبش میکنم نتیجه گیری میشود یه چیزی که میگیم رقمی مشخص نمیشود لیکن از اونی که ما آشنا شدیم با عریضه‌های هر روزهای شنبه و سه شنبه ما روز قبول داریم من از اون چیزی که با عریضه‌هایی که وارد میشوند ما قانون جمهوری ترکستان درباره مواجهت‌های شخصانی واقعی و حقوقی عمل میکنیم و اونها رو میبینیم از تخمین پیشکی ما شماره دانشجوی ما و دیگر دانشگاه‌ها انتخاب گرفتنشون خیلی کم شده است. پیشوای ملت در پیام امساله سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسی اعلام کرد. با مؤسسه والی سپارش هم داد که اختصاص‌های نو در سمت اقتصادی رقمی را تأسیس کرد. در این سمت دانشگاه چه اختصاصات دارد اگر داشته باشد اگر نه شما در آینده نقشه دارید که مثلا در سمت اقتصاد رقمی اینوواسی اختصاص‌های نو تشکیل کنید و در این سمت کادرها یعنی استادان تجربه دارید. ما بعد 2 روز تصمیم گرفتیم که کنفرانس علمی درباره اینوواسی درباره اقتصادی رقمی گذراندیم. تا امروز علاقه 3 کنفرانس گذراندیم. این به خاطر اون بود که راه‌های در حیات عمل کننده همین اقتصادی رقمی و اینوواسی در دانشگاه ملی تاجیکستان ما یک گروه کاری اسیس‌ها اقتصاد شناس‌ها و حقوق شناسان و دیگر تخصص‌ها سازمان دادیم که آنها به قریبی راه‌های طی به این هدف رسیدن رو در دانشگاه ملی تاجیکستان آماده میکنند و ما از این نقشه چهاربینی‌هایی که دستگاه محترم جلوی پرزیدنت پیشنهاد کرده است و نقشه چهاربینی‌های ویژه خویش را سازمان داده از روی او عمل میکنیم و این نه تنها به فاکولته اقتصاد داخل دارد و همه فاکولته‌های دانشگاه و هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان و هر یک ساکنی اون از جمله به همه کارمندان دانشگاه ملی تاجیکستان این داخل دارد. این رو به نقشه گرفته است. همزمان درخواست‌ها و پیشنهادها از جانب صدارت‌های فاکولته جهت یک شدن اختصاص‌های نو زیاده از 10 تا حلقه برای سایت دانشگاه وارد شده است و این در سال 2025 حتما عملی می‌شود. سال گذشته با تشبوس ریاست وقت دانشگاه برای بلندبرداشتن پالیسی ملی و خیابانی وطن پرستی کارمندان دانشگاه یک گروه کلان کارمندان دانشگاه استادان و دیگر کارمندان و نیروهای معرفی و بیرون سفر نامده بودند که در اون سفر ما هم همراه بودیم و در همانجا برای آزمون اعلام کردم برای یک سفرنامه بهترین میانی همین استادان و کارمندان دانشگاه میخواستم بدانم که نتیجه همین آزمون چه شد. با تشبوس دانشگاه ملی تاجیکستان آزمون جمهوری پیشواز سازنده و انشاءات سرنوشت‌ساز نیروهای برخی راهان میان استادان و کارمندان دانشگاه ملی تاجیکستان و بیرون از اون آزمون در برگزار شد. در این آزمون استادان کارمندان دانشگاه و بیرون از اون اشتراک کردند. غالبان با مکافات های کلی
و حجم 50,000 سومون قدر شدن. از جمله 5 استادی که استادی دانشگاه ملی و بیرون از اون که قدر شده هستن من فریادشون رو شما رو میرسونم. سر اول سپر ابواب زوهی آسانسور در جدای رمان جاوید مقیم استاد دانشگاه ملی تاجیکستان اون کسی که من منبع کردم اول این نماینده کمیته تلویزیون و رادیو است. سوم در جدای دوستان محمد خویی و کریم حیدر اینها سزاواری جایزه گردیدن و چهارم پنجم شهزاده علمخان در جدای شعر این نماینده دانشگاه ملی تاجیکستان است و دینا ما غالبان بزرگان جمع آوردیم برای شریک دانشگاه ملی تاجیکستان تا رساندیم و مکافات‌های ما تا رسانده شد. بسیار جدی هم مسئله صفر تحصیلات هست که سال گذشتن در سخنرانی پرزیدنت شد بعد این بسیار داغ شد. شما گفتید در صحبت خودتون که ما صفر تحصیلات از 60% بالا برداشته ولی در همین پرس ریلیز شما 34% نشان داده شده است و کدام امور من دقیق هست و بعدا سوال دیگر من در مسئله دیگر چیزی که من پرسیدم این مسئله اجرایش نقشه قبول در زمینه‌های ماجسترها و دکتر پی اچ دی چقدر اجرا شده است و چیزی مهمتر از همه همین آنهایی که در زمینه دکتر پی اچ دی تحصیل میکنن چند نفرشون رساله‌های علمی خودشون حمایت میکنن چند فایزشون از روی همین خصوصا ما کوشش کردیم که شاگردای در فاکولته رو دریافت کنیم و با همین زمینه تحصیل رو جمع کنیم. یعنی در زمینه دکترانتوری پی اچ دی نقشه تعلیمون نزدیک به اجرا اما در مسئله سری وقتی مایه کردن شما خوب بدونید که برنامه دعوتی است تمام کردن کادرهای برندسازی علمی پداگوژی برای سال 2030 و همین برنامه هم در سطح حکومت تا سال 2024 جنبه شد و اونجا مشکلاتی که ما شده بودن نشان داده شد. در از من همین در اول صحبت گفتم که فایز مقدار در دانشگاه ملی به 70 برابر است. یعنی این همین نتیجه اون شویی همین در دانشگاه اجرای برنامه دولتی در سطح خیلی بلند برآورده شده است. یعنی ما از کادرهای برندساز علمی تنقیصی نداریم. در تقویت همین سوالها وابسته به صفت تحصیلات در پیام نوبتی هم پیشروی ملت به همین مسئله بسیار استفاده گذاشتند و مخصوص در مسئله آماده کردن کادرهای بلند اختصاص در رویه علم‌های دقیق و طبیعت شناسی می‌خواستم نقشه‌های منبعث دانشگاه را در این سمت کنم. تشکر. مرکز علمی تحقیقی پیشروی ملت فعالیت دارد و هدف اساسی این مرکز آموزش تجربه نادین مکتب دولتداری پیشروی ملت در دایره پژوهش علمی است. یعنی از نام مرکز معلوم است که مرکز علمی تحقیقی است. در اینجا جلب کرده می‌شوند ماجسترانتان اصلا دکترانتان پی اچ دی و عنوانجانی که سمت کار علمی تحقیقشون مثلا بر رشته‌های مختلف تعلق دارد که نقش پیشروی ملت را در رشد حیات اقتصادی، حیات حقوقی، حیات سیاسی کشور تجسم می‌کند. ولی مرکز نو که با تشبث رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان راه‌اندازی می‌شود، مرکز آموزش پیام‌های پیشروی ملت، این برای دانشجویان است. برای دانشجویان به خاطر آموزش نکته‌های مهمی پیام پیشروی ملت که این فاصله سمت سیاست داخلی و خارجی کشور است و ترغیب و تشویق نمودن نکته‌های مهم پیام پیشروی ملت در بین دانشجویان است. البته این مرکز برای دانشجویان است، این مرکز برای عنوانجویان و دکترانتون پیجی نیست. مرکز آموزشی است، مرکز علمی نیست. مرکز آموزشی به خاطر از کردن نمونه نکته‌های اساسی پیام پیشروی ملت از جانب دانشجویان است و ترغیب و تشویق نمودن این نکته‌ها در بین دانشجویان است و البته آموزش نکته‌های اساسی پیام پیشروی ملت که فراگیر تمام مسائل سیاست داخلی و خارجی کشور است از جانب نسل جوان کشور مثلا جوانان و دانشجویان بسیار مهم ارزیابی می‌شود. این برنامه با تشبث ریاست دانشگاه ملی تاجیکستان مرکز آموزشی پیام‌های پیشروی ملت در نظر تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان تأسیس داده می‌شود که البته این
یکی از سمت‌های اساسی آمدن دانشجویان در سمت آموزش مکتب یادگاری کشور ملت هستی جهتی بالام برداشتن سطح کوچ‌نویسی و خودروی موضوع معامله شده است. و می‌خواستیم بدانیم که اینها در کدام رشته تحصیل می‌کنند و از دانشجوی ملی تاجیکستان چقدر دانشجو در خارج کشور و در کدام دولت‌ها و در کدام رشته تحصیل دارند؟ نداری خود رو میرسونیم برای سوال گاموری. پیش از همه امروز در دانشگاه ملی تاجیکستان در مجموع 385 نفر شهروندان خارجی و تحصیل و کار و فعالیت فرا گرفته شدند در مجموع و این 385 نفر شهروند خارجی از 12 دولت دنیا هستند. خیلی شما سوال دادید از جمهوری ازبکستان در مجموع 157 نفر است، جمهوری اسلامی افغانستان 18 نفر است، جمهوری قزاقستان 26 نفر، فدراسیای روسیه 15 نفر، نیگریا 1 نفر، جمهوری اسلامی ایران 8 نفر، جمهوری مردمی چین باشند 6 نفر 27 نفر، دولت ترکمنستان 24 نفر، شوروی عربستان سعودی 5 نفر، از دولت کویت 1 نفر، جمهوری آذربایجان 1 نفر و از جمهوری هندوستان باشد 85 نفر رو تشکیل میدن در مجموع. و قسمت دیگری سوال شما وابسته به تحصیل دانشجویان تاجیک در خارج کشور گفته گذشته. امروز دانشگاه ملی تاجیکستان با زیاده از 300 دانشگاه‌ها و انستیتوی علمی خارج کشور همکاری زیچ رو برای مانده است. از جمله یکی از سمت‌های فعالیتی طبق شرطنامه فعالیت دانشگاه ملی تاجیکستان این در برنامه تبادل اکادمی اشتراک کردن دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان و در سال حساباتی یعنی در سال 2024 باشد تعداد عمومی با طبق همین برنامه روان کرده و قبول کرده دانشگاه ملی تاجیکستان 53 نفر رو تشکیل کرد که قریب 100% زیاد شده است در این سال و اطمینان کامل داریم که با دستگیری رکتور محترم دانشگاه ملی تاجیکستان در سال 2025 علاقه نقشه ها خیلی مهم است. ما نیت داریم که همین تعداد رو 100% دیگر زیاد کنیم، یعنی که طبق نقشه‌ای که ما آماده کرده هستیم از 100 نفر باید در سال 2025 دانشجویان ما در دانشگاه‌های با نفوذ دنیا به مهلت طبق همین برنامه به مهلت 1 سمستر یا 1 سال خوانش و تحصیل فرا گرفته می شود روانه نمایید. باری دیگر از تشریف شما سپاسگزار هستم و معلومات‌های 1 سال دانشگاه در همین کتابچه هست. ما برای ما بسیار آنها رو توانستیم در اینجا ابراز کنیم و شما می توانید که این بینید و سوال‌ها توسط تلفن یا اینکه آمده از ما سوال کنیم، ما به سوال‌های شما پاسخ می‌دهیم و آماده هستیم که با همه روزنامه‌نگارها، با همه آن کسانی که در روزنامه، ماهنامه، مجله‌ها و کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کار می‌کنند همکاری کنیم. این همکاری به خاطر بلند برداشتن صفت تعلیم، صفت تحصیلات و از خودکنی دانشجویان، اینچنین بلند برداشتن دولت محوری در روحیه دانشجویان و کارمندان ما، همزمان پاتریوتیسم و وطن دوستی که اگر امکان باشد و شما دست بدید هر وقتی که شما به دانشگاه ملی میخورید ما آماده هستیم که با شما صحبت کنیم، آماده هستیم که در راه بلند برداشتن آن چیزهایی که من نامبر کردم، آن پدیده هایی که نامبر کردم شما هم سهم گذاشته و امید دارم که در آینده هم سهم بگذارید. برای همین نمایندگان محترمی واسطه های اخبار عموم، تلویزیون و رادیو، مجله ها، روزنامه ها، ماهنامه ها برای اشتراکتان یک جهان سپاس و درود به شما، برابران شما و فعالیتی امروزه که برای پیشرفت و در عمل تبدیل نمودن دستور سپارش‌ها و سیاست معارف پرورانه پیشروی ملت حکومت جمهوری تاجیکستان که شما پیگیرانه این کار رو در هر دم هر ساعت اجرا کرده سیدید، باز تکرار میکنم که درود و سپاس به شما
دوستانی عزیز خیلی طور